روزنامه خوانده از یک غذای معنوی میگیرم. اسماعیل اسماعیلوف هر هفته برای خریدن روزنامه از ناحیه رودکی به پایتخت می آید. روزنامه خوانی عادت دوره جوانی بابای اسماعیل بوده، آن را به کسب آموزگاریش توأم می داند. این کیفیت کمی که من روزنامه خوانده از یک غذای معنوی میگیرم. بعد فرهنگ خودم مکمل میکنم، دانش خودم سیقل میکنم، میتیم. بعد بسیار چی گویم از تاریخ خودم با خبر میشم. هرچند این آموزگار به خواندن روزنامه توجه دارد، ولی اقرار میکند که گاه توانی خریدن روزنامه های دلخواهش را ندارد. در نقطه های روزنامه فروشی شهر که تعدادشان زیاد نیست، مشتریان زیادی را مشاهده نمی کنیم. روزنامه فروشان میگویند سالهای اخیر مردم به خریدن و خواندن مجله ها کم توجه دارند. امروز سودای روزنامه نسبت به سالهای گذشته خیلی کم شدگی، مردم توجه ندارند روزنامه با. سببش البته برای نرخ نوا، حاضر نرخ نوای بازاری بلند شدگی، مردم فقط برای شکم خودش کار میکنن. البته اونا میخواهند خوانند اما مبلغ زیادی ندارن که برای گازیتا خرج کنند. برخی از صاحب نظران دور شدن مردم را از خواندن روزنامه و مجله یک تمایل منفی می‌دانند. سبب این را ادعای مثل روزنامه فروش در وضع ناخوب اقتصادی مردم و بعضی دیگر در کم بودن مواد خواندن باب می‌بینند. نرسیدنی متخصصی بهروز شکرالله‌اف، استاد فاکولته روزنامه‌نگاری که پیوسته وضع مطبوعات دوری را هم پیگیری می‌کند، یکی از سبب‌های کم شدن توجه مردم از نشریه‌ها را در رقابت پذیر نبودن مطبوعات دوری با دستاوردهای تکنولوژی می‌داند. این انتخاب خواننده امروز بالکل فرق دارد. به خاطر چه است؟ به خاطر آن است که تمام مثلا یک نفر شهروند اگر شما ببینید در یک خانه تقریبا 5-6 نفر هست که وای تلفن موبیلی دارد و اون حتما با شبکه جهانی که ما میگیم اینترنت پیوست است. شما تصور کنید که اون در همون شبکه مثلا جهانی اون با بزرگترین خبرگزاری‌هایی که هستند اطلاع رو فرض کردیم از اونها میگیرند. گذشته از این اون چیزی که در دیگر شبکه مثلا دیگر سامانه‌های اطلاعاتی که هستند به مردم پیشنهاد کرده میشوند، شما مثلا صبح تا در مثلا یک روز و علاقه تمامی حادثه‌هایی که در حدود کشور حتی بیرون از اون روی میدهند از اون خبردار میشوند و از بس که مطبوعات دوره ما شما ببینید در یک هفته قسمت زیادشون در یک هفته یک مرتبه به نشر میرسند و این هم اون کارمندا رو کوشش میکنن که چیزی نه برای خوانندهشون دهند، ولی متاسفانه به هرچند که کوشش نکنن اون مطالبی که مثلا من در نظر مطالب اطلاعاتی که در یک هفته نامه به نشر میرسد اون همون هفته علاقه وقتی به دست اودیتور میرسد اون علاقه چیزی کهنه شده است. به اندیشه برخی صاحب نظران پیشرفت‌های تکنولوژی خصوصا شبکه‌های اجتماعی تا اندازه جوانان را از خواندن دور کرده است. از بس که بیشتر نشریه‌های کشور هفته‌وارانه فعالیت خبررسانی خود را از دست دادند، برخی از ساکنان هم در صحبت‌های سریراهی عمومی شدن اینترنت و تلفن‌های موبیلی را سبب کم شدن اعتبار روزنامه‌ها گفتند. این یک تأثیر جدی خود را گذاشته است به همین سمتی که جوانان همچون بر روزنامه بخوانند. با قول همون وقت جدا نمیکنند که همون گازیت را همون مجله را از همون مرکزهایی که دکان‌هایی که همونجا میفروشند بخرند و کجای بشینند یا که یک جای نشستگاه بشینند، یعنی این را چکنند، بلکه در همون دست خود همون تلفن موبیلی دارند، از تمام جهان در معلومات‌های نو به نو را در یک وقت‌های نو به نو یعنی میتوانند برخوردار باشند. اینترنت هم شده میتوانند که وقتی که امیر روزنامه را میگیری میخونی اوای جمله‌اش فهمه یا که جمله‌های ادبی قط نوشتگی شوقت میبره که بخونی. اکی هستن که از گفتم کلان حجمن اجاج کلان حجم بدنشان میخونی مقصد موضوع در اول گفتگی آخرش معنا نداره. میخونی نه که همش اول فهمیدی مقصد آموزگاره کلان حجم میشه. شما مثلا روزنامه میخونید؟ نه. آخرام باید داره که اگر روزنامه خریده باشه. بله. کدوم روزنامه مثلا؟ روزنامه ابونا.
دانشگاه میبیارن. در نوبت خود صاحب رسانه ها اعراض تحلیلگران و برخی خواننده ها را که نشریه ها از اصول های معاصر کمتر استفاده میکنند را نه همیشه میپذیرند. از بس که ذوق گوناگون است، موضوعهایی که مثلا روزمره است و از طرف حکومت شهر پیگیری کرده میشد انتشار میکنیم، در برابر این مواد فرهنگی داریم، تاریخی داریم. گذشته از این به خاطر ارتباط معنوی ملت تاجیک با دیگر خلق‌ها، با خلق‌های برادر، با خلق‌های سابق اتحاد شوروی مثلا مواد چاپ میکنیم، چیزهای ترجمه‌ای داریم. غیر از این برای پیشگیری کردن خرافات، افراط‌گرایی، مبارزه با ضد تروریسم یک از موضوعهای بسیار مهم است که به خاطر مثلا مستحکم کردن اتحاد ملت، تربیت جوانان مواد چاپ می‌کنند. مسئله دیگری که همیشه اطراف نام مطبوعات چرخ میزند و تا جای آن را داغدار کرده است، این مجبوری آبونه کردن مشتریان است. حالا اکثریت نشریه های رسمی و صاحبه طریق آبونه فروخته می شوند. کارمندان اداره های دولتی بارها در رسانه ها از مجبوری آبونه شدن به نشریه ها شکایت کردند. بعضی حالات ها مجبور میکنند، بعضی حالات ها میشود که ما مثلا روزنامه رو مثلا با ما دسترس میکنند، الکی اون موضوع اون رو مثال محتوای خود رو گم کرده، الکی دیر به دست ما میرسد روزنامه، مجله باشه چه روزنامه، الکی ما اون خبرایی که مثلا در اون روزنامه چاپ شده است ما از سطح اجتماعی که مثلا از دیگر جا الکی ما اون رو دسترس کرده ایم. بیشتر نفرانی که به نشریه ها اجباری آبونه می شوند مثل این نفر آموزگارند. از میان روزنامه ها به جمهوریت، صدای مردم، منبر خلق، باج خراج، مرام پایتخت، آموزگار، پیام دوشنبه و چند نشریه دیگر به طور حتمی برخی کارخانه های دولتی آبونه می شوند. بنا به گفته آموزگاران سالانه برای آبونه شوی به روزنامه های رسمی مختلف از آنها تا 300 سومانی ستانیده می شود. نرخ آبونه یک نشریه از 70 تا 180 سومانی است. مثلا نرخ آبونه یک ساله به هفته‌نامه آموزگار که هفته 37,000 نسخه چاپ شده و بیشتر اداره های معارف با آن آبونه شدن 170 سومانی است. همین طور نرخ یک ساله آبونه منبر خلق 100 سومانی، نرودن گزیت 130 سومانی، جوانان تاجیکستان 154 سومانی و باج خراج 70 سومانی هستند. آنهایی که همیشه از وضع مطبوعات با خبرند، آبونه های مجبوری را از یک طرف برای روپوش کردن خراجات مجله ها مفید گویند، از طرف دیگر این عمل را برگردن ژورنالیسم امروز باری ننگ می دانند. حالا از کارخانه و اداره های دولتی سر کرده تا مسجدها با نشریه های رسمی آبونه می شوند. در همین مسئله آبونه کردن، در مسئله که شما اشاره دارید، نشریه های بعضی هفته‌نامه های داریم که اگر با همین وسیله فعالیت مالی خودشون به تنظیم ندارند، اونها در یک مدت کوتاه میتوانند که از نگاه مالی آسیب پذیر باشند. یک نشر، یک هفته‌نامه که به شعور اودیتور، به شعور خواننده همین خیلی تاثیر میگذارد که اون خودش همچون گنج معرفی کند، اون یگان خیلی مثلا خواننده خودش از وی دور نمیگیرد و برعکس میکوبند، میجویند، میوبند. در تاریخ مطبوعات ما همین گناه هفته‌نامه ها کم نداشتیم، زیاد داشتیم. یک هفته اول، هفته دوم الکینی همه میکوفت، ولی در همون فروشگاه پیدا کردنش دشوار بود، برای که خریدارش زیاد میشد. بنا به گفته کارشناسان ساحه، برخی روزنامه هایی که آبونویان تا اندازه یک رنگ مواد آماده می کنند، از سوی دیگر با سبب دیر رسیدن روزنامه به دست آبونچیان خبرهای آن کهنه می شوند. مسئولان نشریه ها اجباری آبونه کردن خوانندگان را همیشه رد می کنند. آبونه شدن یک امری معمولی است. مثلا اگر 10 سالهای پیش از زمان استقلال توجه کنیم، این عنعنه بود و امروز هم هست و هیچگاه من باور ندارم که مثلا یک کس مجبور کنید و آبونه شود و بعد روزنامه رو خواند. اکثرا همین آبونه شدن با امر دل صورت میگیرد و کارخانه ها هم از بس که کارخانه های دولتی اند، از بس که در آنجا انسان های فاضل، زیایی ها کار میکنند، آنها کار میکنند که ملت میسازند، دولت میسازند و آنها با امر دل آبونه میشوند. مثلا بالکل این فکری غلط است گویا که مثلا مجبورا آبونه میکرده باشد. از این مکتوب حزب خلق دموکراتی فهمیده می شود که نه تنها نشریه های رسمی و صحفی بلکه روزنامه های حزبی را هم به اداره های دولتی به طور اجباری آبونه می کنند. مشکل دیگری که آبونچیان را دامنگیر است، به دست آنها دیر رسیدن نشریه ها می باشد. تحلیلگران برای دوباره جلب کردن توجه خواننده به نشریه های تاجیکی پیشنهادهای زیاد کردند،
از جمله این استاد دانشگاه در برابر قوی‌تر کردن پایه کادرهای نشریه‌ها پیشنهاد دارد که محتوا از خبر دیده بیشتر تحلیل شود. بارها من مثلا در گذشته گفتم که مطبوعات دوره ما امروز نیاز به اون دارد که نظر به اون موادی که مواد خصوصیت اطلاعاتی 3-4 روزه مثلا در خودش گنجایش دارد از بحر اینو گذشتن در کار است. مواد رو برای خواننده پیشنهاد کردن در کار است که از دو نگاه. یکم اون اهمیت حداقل مثلا 5-6 روز داشته باشد گذشته. شما ببینید مواد تحلیلی رو آماده کردن ممکن است که وای اهمیت نه تنها برای یک هفته کهنه میشد بلکه اون مثلا برای اودیتور برای خواننده مثلا غذای معنوی میدم اون بعد از 2 هفته هم که گیرد اون مواد براش در کار میشد. یعنی مواد تحلیلی از کدام نگاه؟ از اون نگاهی که ما بیشتر امروز با مواد متنی نیاز داریم که اون متن زنده باشد. به خلاصه تحلیلگران تا زمانی که در روزنامه و هفته‌نامه مطلب درخور مردم و جالب را نشر نکنند، خواننده هم شاید به آن توجه نکند، زیرا امروز سامانه‌های اجتماعی تا اندازه وظیفه خبررسانی را اجرا می‌کنند که هفته‌نامه‌ها نمی‌توانند با آن رقابت کنند. حالا فرصت آن است که اندیشید کدام از این دو منبر در این نبرد پیروز می‌شوند، فضای مجازی یا مطبوعات دوره.